بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هشتمین درس، ششمین باب از ابواب کتاب شمائل امام ترمذی رحمه الله و اسکن فسیح جناته. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون چیزی که در مورد رنگ کردن موهای سفید رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده، آیا رنگ کرده یا نه، یا همون بحث روغنه چنانچه که یاد شد در حدیث قبل. 45مین حدیث. امام ترمذی رحمه الله میگوید: حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا هشیم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاع بن يثربي التيمي. حتى که اینجا تو روایات دیگر اومده وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا یجنی علیک ولا تجنی علیه، این آیه را تلاوت میکنن رسول الله علیه و سلم: ولا تزر وازره وزر اخرى. خب این حدیث ابو رمثه محل اختلافه بر این که آیا میشه ازش برداشت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم موهاشو رنگ کرده بودن یا نه، یعنی که مراد و مقصود اینه که رنگ موش عوض شده، خصوصا با روغنی که در احادیث دیگه یاد شده که رسول الله علیه و سلم زمانی که روغن میزد اون موی سفیدش دیگه مشخص نمیشد. این قرمزی به خاطر اون اثر روغنه، نه اثر رنگ یا حنایی که زده رسول الله علیه و سلم. ترمذی رحمه الله مایل بر همینه که موی سفید رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر رنگش عوض شده در اثر رنگ حنا نبوده، بلکه رنگ چیه؟ رنگ روغنه. به خاطر همین میگه هذا احسن شيء، بهترین روایتی که خصوصا از ابو رمثه روایت شده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم موهاش به اونقدر نرسیده که بخواد رنگ بکنه، الا اینکه مثلا تو پرانتز رسول الله علیه و سلم موهای سرش رو رنگ کرده، نه به خاطر رنگش مثلا با حنا، بلکه به خاطر سردردی که داشته، حنا زده به خاطر سردردش، به خاطر همین رنگ موش قرمز شده یا رنگش عوض شده. شاید این یک احتمالیه، شاید این احتمالیه هست که میتونه داشته باشه، میتونه، یعنی که دلیل روش نداریم. حالا انشاءالله در زمین بحثم بهش اشاره خواهیم کرد. حکم استفاده حنا برای مرد تو دست، پا، اینا چیه؟ درسته، درست نیست؟ اینا هم انشاءالله خواهیم داشت، انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. خب اینجا همون روایتی که قبلا داشتیم از ابو رمثه با لفظ دیگری اینجا یاد میکنه. یه فایده دیگری هم اینجا هست در این حدیث که انشاءالله خواهیم گفت. خب چندین درس هست تو روایت. یک از درس‌ها اینه که انسان بچه‌هاش محروم نکنه از حلقات علم، از مجالست با بزرگان. بچه‌ش با خودش تو جلسه علم آورده نزد رسول الله علیه و سلم. یه قسمتی از بحث اهمیت به فرزندان و تشویقشون به این مسئله یک از درس‌ها، چون میگه با بچه‌م اومدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد رسول الله علیه و سلم بهش میگه ابنک هذا، بچته؟ بعد میگه بله اشهد به، یعنی مقررم، میگه من پدرشم، این بچه منه، از باب تاکید گواهم بر این که بچه منه. یعنی رسول الله علیه و سلم میفرمایند لا یجنی علیک ولا تجنی علیه، لا یجنی علیک ولا تجنی علیه. یعنی چی؟ بحث جنایته، نه جنایت تو او متحمل میشه و نه تو هم جنایت او رو متحمل میشی. لا یجنی علیک، جنایتی کرد به خودش برمیگرده. کسی کشت، قاتل، خودش باید کشته بشه. کسی حق نداره، مثل اون عادتی که تو جاهلیت بود و همچنان هم تو بعضی از قبایل هست، اگر یکی از قبیله کشته شد میرن از قبیله فلانی 10 نفر دیگر هم میکشن، 10 نفر مظلوم. این عادت جاهلیته، گمراهیه. رسول الله علیه و سلم این عادت جاهلیت رو داره منعش میکنه. لا یجنی علیک، جنایتش به خودش برمیگرده. به خاطر همین تاکید میکنه انتهای همین حدیث رسول الله علیه و سلم این آیه تلاوت میکنه لا تزر وازره وزر اخرى. کسی گناه دیگری رو متحمل نمیشه، هر کسی گناه خودش. گناهی بچت مرتکب شد، دوچار جنایت شد، خودش متحملشه، تو متحمل نیستی. ولا تجنی علیه، و همچنین جنایت تو فرزندت متحمل نمیشه. حالا چه بخوام بگیم این بحث خانوادگی بگیریم بین فرزند و پدر، و چه بخوام ایل و تباری و قبیله بگیریم، هر کسی گناه خودش رو متحمل میشه و نباید سبب بشه که انسان بیاد به خاطر سعر و انتقام، خاطر انتقام گرفتن، یکی از اونها کشته شده توسط یک قومی، یک خانواده‌ای، بیاد کل خانواده را خونشون بریزه. خب این توصیه رسول الله علیه و سلم به این صحابی وقتی که میاد پیشش با فرزندش، و این توصیه هست به همه. یک قاعده کلی رو داره میگه رسول الله علیه و سلم تا اینکه عادت جاهلیتی رو از بین ببره. و بعد اینجا میگه
میگه و رأیت الشیب احمر، دیدم موهای سفید رسول الله صلی الله علیه و سلم قرمز شدن از میان مابقی موهایی که سیاه بود، این چند تا تار مویی دیدم که قرمز رنگه. این همونطور که امام ترمذی رحمه الله برداشت میکنه موافقه با اون تغییر موهای رسول الله علیه و سلم با روغنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سر خودشون میمالیدن و میکشیدن. به خاطر همین این رو تفسیری میبینه امام ترمذی رحمه الله بر دیگر روایت ها، خصوصا این که انس رضی الله عنه داشتیم حدیثش که تأکید میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت رنگ به سر خودشون نزده بودن، رنگ به موی سرش نزده بودن. لم یخضب رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ وقت موشو رنگ نکرده بود. خب 46مین حدیث. امام ترمذي رحمه الله واسكن فسيح جناته میگوید حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. حديث أولش صحيح ولا ضعيفه؟ لا صحيح، حديث صحيح، ولكن این حدیث صحیحه از ابو هریره یا ام سلمه؟ چون دو تا اسناد اینجا یاد میکنه ترمذی. این حدیث هم از ابو هریره روایت شده و هم از ام سلمه. حالا بیام هر دو تا اسناد رو بررسی بکنیم. اسناد اولی که از ابو هریره هست، وسط اسناد ما شریک داریم. شریک کیه؟ شریک ابن عبدالله القاضی، سیء الحفظ، حفظش بده، حافظش بده. خب اینجا یک راوی داریم صدوقه و سیء الحفظ هست، راوی صدوقی سیء الحفظ، اومده نسبت میده این حدیث را به ابو هریره. این حدیث را کسان دیگر از ام سلمه روایت کردن. همین حدیث را داریم که اینجا شریک داره از عثمان بن موهب نقل میکنه. کسان دیگر میان که مجموعی هم هستن، میان از ام سلمه نقل میکنن، مثل ابو عوانه و سلام بن ابی مطیع و اسرائیل بن یونس. سه نفر از ثقاتی که حافظشون قوی هست این حدیث را روایت میکنن. از کی؟ از ام سلمه. الان شریک تو این روایت داره مخالفت میکنه با سه تا از ثقات. شریک هم سیء الحفظ. روایت شریک چی میشه؟ شاذ. متن مشکلی نداره، اسناد مشکل داره. این اسناد شاذه، این اسناد مشکل داره، با این اسناد ضعیفه. کدوم روایت قویه؟ اون روایتی که ابو عوانه و سلام بن ابی مطیع و اسرائیل بن یونس دارن نقل میکنن. از کی؟ با روایتشون، با سندشون تا ام سلمه. پس این روایت از ام سلمه چیه؟ صحیحه. حالا امام بخاری هم روایت سلام بن ابی مطیع در صحیحش نقل کرده، همین روایت ام سلمه که میگه عثمان بن عبدالله بن موهب میگه قال دخلت على ام سلمه فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلی الله علیه و آله مخضوبا. میگه ام سلمه موهای رسول الله صلی الله علیه و آله نگه می‌داشت، برای کسی که مریض میشد میداد از باب تبرک. میگه که اومد ام سلمه موهای رسول الله صلی الله علیه و آله آورد، رنگ شده بود. و همچنین در صحیح بخاری داریم از روایت اسرائیل بن یونس، بازم همین حدیث عثمان بن عبدالله بن موهب میگه ارسلني اهلی الى ام سلمة بقدح من ماء وقبض اسرائیل 3 اصابع من فضه فی شعر من شعر النبی علیه الصلاه والسلام. تا آخرش که میگه که بحث اون موهایی میکنه که نزد ام سلمه بوده و رنگش قرمز شده به خاطر حالا اون روغنی که رسول الله علیه الصلاه والسلام به سرش میزد، یا به خاطر حالا بعضی ها گفتن استنباط کردن از این که رنگش اگر قرمز شده به خاطر چیه؟ حنایی که زده. حالا آیا حنا زده نزده که انشالله بهش اشاره خواهیم کرد، خصوصا از جنبندی که آلبانی میکنه نهایت بحثیمون. سوال میشه پس ام سلمه نه ابو هریره صحیح کی سوال میشه؟ ام سلمه رضی الله عنها. هل خضب رسول الله صلی الله علیه و آله؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله موهاشو رنگ کرده؟ بعد میگه چی؟ میگه بله. حالا اینجا گفتیم بعد جنبندیش خواهیم کرد انشالله. 47مین حدیث. امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابراهیم بن هارون قال انبأنا النضر بن زراره عن ابي جناب عن اياد بن لقيط عن الجهدمه، وصحيح جهذمه هست، امرأة بشير بن الخصاصية قالت انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء او قال ردغ شك في هذا الشيخ. این حدیث چند تا مشکل داره، حدیث ضعیفه. اولش نضر بن زراره هست، مستوره مجهوله، و دومیش هم ابی جنابه ضعیفه. این حدیث معلوله. ابو جناب هم که اسمش یحیی بن وحیه هست، ضعفش یه طرف، تدلیسش هم یه طرف که اینجا معنعنه کرده عن ایاد بن لقیط. خب حالا فقط یک اشاره کوتاه میکنیم به متن حدیث. جهدمه میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله دیدم که از خونه خارج شدن، ینفض رأسه، که اومدن رسول الله علیه و آله و میگه که غسل زده بودن، دیدم که آب از سرش میچکه، یعنی آثار اون غسله، و به رأسه ردع من حنا، و آثار اون
حنا را روی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم. حالا اومده ردغ او ردع. ردع تفاوتش با ردغ در اینه که ردع با زعفرانه و ردغ با حنا هست. حالا اینجا میگه که من دیدم اون آثار حنا یا آثار اون زعفران رو، میگه دیدم بر سر رسول الله علیه السلام. حالا هرچند که اینجا مقیده به حنا و به راسی ردع من حنا، دیدم از آثار حنا بر روی سر رسول الله علیه السلام. ولی خب گفتیم حدیثش ضعیف، متابعی شاهدی هم نداره که بگیم تقویت میشه یا حسنه یا صحیح میشه. نه، حدیثش ضعیفه. فقط یک احتمالی هست اگر صحت هم داشته باشه، شاید اونجا رسول الله علیه السلام از باب تداوی، درمان از حنا استفاده کرده باشه، چون حرارت بدن رو میکشه. چنانچه ابن قیم بهش توصیه میکنه برای بعضی از بیماری ها به درد میخوره از باب تداوی، حالا چه برای پا درد چه برای سر درد، چون میگن که خاصیتی که داره حرارت بدن رو جذب میکنه. خب پس این حدیث ضعیفه. 48مین حدیث. امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. این حدیث صحیحه، هرچند که در اسنادش عمرو بن عاصم هست که مقبوله، ولی که این حدیث البانی تصحیح میکنه و حالا میاد دنباله اسناد رو داریم که میگوید امام ترمذی رحمه الله قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك مخضوبا. عبد الله بن محمد بن عقيل میگه دیدم موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد انس بن مالک رنگ شده بودن. اونجا مسلمه داشتیم موی رسول الله صلی الله علیه و سلم نگه داشته بود رنگ شده، اینجا انس هم داریم. خب انس هم خودش جزء کسانی که میگه چی رسول الله صلی الله علیه و سلم موهاشو رنگ نکرده بودن. پس اینجا چیه که عبدالله بن محمد بن عقیل میگه که دیدم موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم رنگ شده بودن از انس بن مالک. چطور باید این حدیث رو جمع بندی بکنیم؟ دو تا حالت داره. احتمال داره این رنگ در ازای روغنه و احتمال داره که رسول الله علیه و سلم چی حنا را استفاده کرده بودن اون موقعی که الان قرمز شده به خاطر چی؟ به خاطر درمان. این احتمال، دو تا احتمالی که میتونیم بگیم، خصوصا در جمع بین احادیثی که اون صحابه که نفیش میکنن از اینکه رسول الله علیه و سلم موهاشو رنگ کردن. ابو داوود از ابو هریره نقل میکنه که میگوید ان النبی صلی الله علیه و سلم اوتیه بمخنث. حالا این حدیث رو من میگم اینجا از باب تاکید رو قضیه خصوصا حنا، جز رسم و رسومات غلط خودمون، اون چیزی که رسم خصوصا داماد را پاشو با حنا رنگ میکنن، خصوصا تو شب دامادیش. این که سر رنگ بشه با موی حنا مشکلی نیست. چرا ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب رنگ میکردن و صحابه میگه که اینا رنگ کرده بودن و سکوت رسول الله علیه و سلم دلالت بر چی تاییدشه. ولی دست رنگ بکنی چی؟ پا رو رنگ بکنی چی؟ درسته؟ نه، حرامه، الا اینکه برای درمان باشه. چرا حرامه؟ چون حدیث داریم در سنن ابی داود که صحیح هم هست از ابو هریره رضی الله عنه، میگه که یک فردی رو آوردن نزد رسول الله علیه و سلم که دستاشو و پاهاشو با حنا رنگ کرده بود. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم ناراحت میشه، ما بالا هذا چیه؟ چرا این کار کرده؟ چون زن را میدید مثلا رسول الله علیه و سلم دستاش حنا نزده بود، میگفت که دست مرده مگه حنا بزن که دستت مشخص بشه که زنی. اینجا وقتی که حنا رو دو دست پای این شخص میبینه رسول الله علیه و سلم ناراحت میشه، میگه ما بالا هذا چیه؟ خودشو مثل زنا کرده، یعنی با حنا. فقیل یا رسول الله یتشبه بالنساء، خودشو مثل زنا کرده، مخنثه. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ببریدش به نقیع فامر به فنفی الی النقیع. نقیع جایی اطراف مدینه پرتش بکنن، یه جایی دور افتاده اطراف مدینه، ببریدش اونجا. این شخص وسط مردم نباشه که کسی رو فاسد بکنه. شخص فاسدی بوده و خودش رو دوست داشته به شکل زنا در بیاره. این فعل پسندیده نیست و یه سری چیزها هست این خصلت ها رو در انسان میاره و بین بعضی از اقوام این قضیه رایجه. مثلا ما هم کلاسی هایی داشتیم خصوصا تو فیلیپین، هم اتاقی داشتم، ازش سوال پرسیدم، گفتم که چرا این دو جنسه ها پیش شما زیاد از این مخنثینه که زمان رسول الله علیه و سلم بودن که دست و پاشون رو دوست داشتن مثل زنا رنگ بکنن با حنا. گفتم چیه این قضیه بین شما زیاد از مردانی که دوست دارن مثل زنا باشن؟ گفت که هورمون زنانگیشون زیاده. حالا این البته خاص که بگه یک مریضی هست که قومش بهش مبتلا هستن، ولی که من این قضیه رو تو پرانتز میخوام بگم، من قبول دارم یک مریضیه، من قبول دارم یک هورمونی هست تو خون، از اون هورمون چون زنانه داریم مردانه داریم. خب یک هورمون خاصی از هورمون زنانه تو شخص بیشتر از حدش تجاوز میکنه از اون هورمون، چون تو هر جسم از ما هورمون زنانه هست مردانه هست. اگر زنانه بر ما غالب بکنه ما طبیعت زنا به خودمون میگیریم. خب چه موقع میشه که این هورمون زیاد بشه؟ یک نشست برخاست با زن. عوامل رو دارم میگم، دو تا عامل میگم که اصلیه، دو تا عامل میگم اصلیه.
یک نشست و برخاست. سرشت طبیعتت میشه زنانه، زود رنج میشی، دل نازک میشی و الی آخر از صفات زنانه به خودت میگیری زمانی که نشست و برخاستت با زن نامحرم حتی غیر نامحرم باشه. بخاطر همین رسول الله علیه و آله میفرمایند به صحابهش لا یدخل احدکم علی النساء. ابوبکر و عمر نه که تنها بر دین ایمانشون ترس داره، نه حتی بر خصلت و طبیعتشون سرشتشون با زنان ننشینید، وارد نشید جایی که زن شما ننشینید. لا یدخل احدکم علی النساء. یکی نشست و برخاست، دو موسیقی و آواز و ترانه خونی. رسول الله علیه و آله مثلا تو سفر حتی تغنی و آوازخونی رو هم سخت میگرفتن که حیونا هم باش زیاد تکون میخوردن. یعنی تو حیوان تأثیر داره دیگه، چه برسه تو انسان. بعد بهشون توصیه میکنه رفقا بالقواریر، رحمی بکنید به حال این زنا. چطور زن رو تکون میده، اون شرم و حیا رو ازش میگیره، خودش رو تکون میده وسط مردا و غیر. و مردم همینطور میشه، تنش اصلا ریخته میشه، اون استقامت، اون سفتی محکمیش از بین میره، نرم میشه، شل میشه، ول میشه اون مرد با شنیدن اون موسیقی، اون آواز و ترانه. بخاطر همین یکی از بحثایی که ژاپنی‌ها خصوصا روش انجام دادن، خصوصا اونایی که موسیقی گوش میدن، یک چیزی که توشون دیدن اینه که هورمون مردانگیشون ضعیفه، حس مردانگی دیگه ندارن، حس حالا خصوصا اون قوت شهوت مردانگی دیگه از دست دادن، یعنی دیگه اون حسو دیگه ندارن. بخاطر همین تو خیلی از کشورها نسبت آمار طلاق بالاست. یکی از علتها را که نگاه کردن، علت طلاق این که جوان قدرت جنس نداره، قدرت نزدیکی هم بسری و همسرش نداره. خب باید بیایم به عواملش بپردازیم که این ضعف از کجا آمده، چرا نمیتونه این جوان نه خودش رو ارضا بکنه نه همسرش رو ارضا بکنه. علتش ریشش از کجاست؟ ریشش از اون موسیقی اون حسه رو از بین میبره، اون مردانگی، اون قوت، اون صلابت، اون سختی، محکمی رو از بین میبره، تو رو تبدیل به یک زن شلوول میکنه، یک شیشه میکنه. رفقا بالقواریر، تو هم شیشه میشی، تو هم زود شکسته میشی، خرد میشی، شلوول میشی. اینا میگم از باب تاکید دارم میگم، یعنی این مسائل مثلا شما الان دارید، این شخص مخنثه، مثلا خودش رو مثل زن کرده، از بس که با زنان نشسته و دیگه تبدیل شده به شخص دو جنسی ظاهرا، یعنی الله اعلم. یعنی خب این لفظ مخنث برای اینا به کار برده میشه. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور تبعید میده که دیگه پیش مردان نباشه. بخاطر همین امام مالک میگه کسی که اهل آواز و موسیقی باشه مخنثه، کسی که موسیقی گوش بده. زجر شدیدیه. کسی آهنگ گوش میده میگه که مخنثه، مرد نیست، مردانگی توش نیست، چون واقعا مردانگی رو از بین میبره. حالا خارج از اون احادیثی که اومده بر حرمت موسیقی، اصلا خود طبیعت سرشت انسان آلوده میشه، مریض میشه. و گفتم یعنی این شما اگر برید تو جامعه و اون اختلافاتی که وسط خانواده ها هست، خصوصا مشکلاتی که جوانا دارن، شما این قضیه رو میبینید نه ریشش آخر برمیگرده به اون مریضی. به چه مریضی؟ مریضی روحی روانی که به جای اینکه قوت بگیره، قدرت بگیره، به جایی که هورمون مردانش بیشتر بشه، هورمون زنانش بیشتر شده. الا باش نشست و برخاست با زنا یا با هم شنیدن آهنگ و موسیقی. بریم به بحث موی رسول الله علیه السلام. از موی سرش رفتیم به خود اصل حنا. خلاصه بحثمون توی مستدرک حاکم داریم از روایت عبدالله بن محمد بن عقیل که اینجا گفته شد در بحث مویی که نزد انس بن مالک میبینه رضی الله عنه. حالا داستانش اینه در مستدرک حاکم میگوید قدم انس بن مالک المدینه. انس بن مالک میاد به کجا؟ مدینه. و عمر بن عبد العزيز والیها. والی مدینه هم کی بود؟ عمر بن عبد العزيز. فبعث الیه عمر بن عبد العزيز میفرسته یک کسی را نزدکی انس بن مالک و قال للرسول سله هل خضب رسول الله علیه الصلاه والسلام. میگه برو ازش بپرس از انس بن مالک رضی الله عنه آیا رسول الله علیه الصلاه والسلام موهاش رنگ کرده یا نه؟ فانی رأیت شعرا من شعره قد لوف. دیدم که موی از موی رسول الله علیه الصلاه والسلام رنگش عوض شده، یعنی رنگ شده. فقال انس رضی الله عنه میگه ان رسول الله علیه الصلاه والسلام كان قد متع بالسواد. موهای رسول الله علیه الصلاه والسلام چی بود؟ سیاه. ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة. اگر من جلو روی رسول الله علیه السلام می نشستم و می شمردم اون تارهای موی سفید ریش و سرش 11 تا هم نمی رسید، 11 تا یا 13 تا در بعضی روایات. و انما هذا الذي لون من الطيب. اون تغییر رنگی که در مو می دیدید که قرمز شده از چیه؟ از حنا نیست. از چیه؟ از عطری که استفاده میکرد، عطر روغنی که رسول الله علیه السلام استفاده میکرد به سرش میزد. الذي كان يطيب شعر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون رنگی که میدیدید که روی موهای رسول الله علیه السلام هست از آثار اون بوی خوش و عطری هست که استفاده میکرد. پس رسول الله علیه السلام
موهاش سیاه بود، نیاز نداشت که رنگ بزنه و اون تغییر رنگی که در بعضی از موهای رسول الله علیه السلام دیده میشد در اثر روغن بوده، نه در اثر رنگ حنا. چنانچه اینجا به صراحت انس بن مالک تصریح میکنه و میگه با توجه به اون چیزی که الان داشتیم از روایت انس رضی الله عنه، انس رضی الله عنه داره نفیش میکنه از اینکه رسول الله علیه السلام موهای خودش رو رنگ کرده باشن، بلکه میگه اون تغییر مویی که در موهای رسول الله علیه السلام بوده در اثر اون روغن یا اون عطری بوده که رسول الله علیه السلام استفاده کرده. ولی خب ابن کثیر رحمه الله در بدایه و نهایه مسئله رو یاد میکنه، میگه که خب ما احادیث داریم مثل حدیث ام سلمه که قبلا داشتیم، حدیث 46 بود که ام سلمه رضی الله عنها میگوید که رسول الله علیه السلام موشو رنگ کردن. سوال پرسیده میشه که موهاشو رنگ کرده، میگه بله. خب اینجا هم البانی هم ابن کثیر میگن که اینجا یک شخصی داره اثبات میکنه رنگ کردن و یک فرد دیگر داره نفیش میکنه، میگه قول المثبت مقدم عن قول النافی. قول کسی که اثبات میکنه یه چیزی مقدم بر کسی که نفیش میکنه. انس رضی الله عنه نفیش میکنه، ام سلمه ثابتش میکنه. از این جهت هست که علما میگن که رسول الله علیه السلام اگر موش رنگ کرده شاید به خاطر چی بوده؟ درمان بوده. اگر حنا استفاده کرده و اون موش مثلا قرمز شده، به خاطر چی بوده؟ به خاطر درمان بوده. و همونطور که انس رضی الله عنه میگه نیاز نداشت رسول الله علیه السلام که موهاشو رنگ بکنه، چون تعداد تارهای موی سفید رسول الله علیه السلام خیلی اندک بود، بین 11 تا 20 تا. چنانچه هم انس گفتن، هم عبدالله بن عمر و دیگر صحابه رسول الله علیه السلام. هفتمین باب ما جاء فی کحل رسول الله علیه السلام، اون چیزی که در مورد سرمه یا اسمد با سه نقطه اسمد، سرمه، نه اون سرمه ای که سیاه مثل قیره به چشم میکشن، نه اون سرمه ای که از سنگ براق اصفهان، خصوصا میگن اثمد اصفهان بهش میگن، یک سنگ که درخشش داره سیاه رنگه و برقم داره به خودش. این سنگ رو میکوبن، پودرش میکنن، بعد به عنوان سرمه استفاده میکنن. حالا هرچند که بعضی جاها این سرمه با آب زمزم قاطیش میکنن و با نمیدونم روغن سیاه‌دانه قاطیش میکنن که نمیدونم اثرش بیشتر باشه، اینا همه من در آوردیه. سرمه به ذات خودش توصیه بهش شده و رسول الله هم علیه السلام استفاده میکردن و احادیثی که خواهیم خوند در هم توصیه هست هم عمل خود رسول الله علیه السلام، هم گفتن این کار رو انجام بدیم و هم خودش انجام میدادن. این چیزی که الان اگر کسی انجام بده با چشم دیگه نگاهش میکنن، یعنی متاسفانه تو جامعه خودمون، ولیکن سنت هست و توصیه رسول الله علیه السلام برش هست، غیر از اینکه خودش انجام دادن توصیه هم کردن برش. و ابن قیم هم در زاد المعاد خیلی فوایدشو یاد میکنه، از فواید همین سرمه، البته از اون سنگی که اصفهانی هست، از اون اثمد که راحت هم پودر میشه. میگه که بینایی چشم رو بیشتر میکنه، غده هایی که سبب میشه که اون اشک ترشح بشه اون غده ها درمان بشن و اون مواد که سمی از بدن از اون غده ها خارج بشه و الی آخر از اون فوایدی که برای خودش سرمه داره. 49مین حدیث. امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن حمید الرازي قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. این حدیث، این روایت البته روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ضعفش هم شدیده، توی اسنادش عباد بن منصور هست. اینجا میگوید الله هرچند که متنش خواهد اومد، متن صحیحه، ولی که این روایت که الان داریم ضعیف جدنه، خصوصا الان قسمت آخرش. اینجا میگوید که رسول الله علیه السلام فرمودن اکتحلوا بالاثمد، با اسمد یعنی با همون سنگ سرمه، به چشاتون بکشید، فانه یجل البصر، به چشمتون روشنایی میده، جلا میده، و ینبت الشعر، اون موی موجتون رو تقویت میکنه و اون مویی که سبب میشه گرد و خاک تو چشتون نره سبب میشه که اون مو قوی تر بشه، رشد بکنه. و بعدم که آخرش هم داریم که توصیه میکنه که 3 بار تو چشم راست و 3 بار هم تو چشم چپ استفاده بکنیم. ولی خب گفتیم این حدیثش ضعف شدیده و البته مخالفت هم داره با حدیث صحیح دیگری که وارد شده در این باب.
50مین حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري اخبرنا عبيد الله بن موسى اخبرنا اسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور. دوباره عباد بن منصور اینجا داریم. وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور. بازم اسناد دیگه، یعنی اسناد دیگه، یعنی همین حدیث با دو تا اسناد. مدار کل این سه تا حدیث عباد بن منصور. عباد بن منصور هم صدوق، زیادم تدریس میکنه و آخر عمرش هم عوض شده با اون مشکلات دیگری که داره. مثلا در ضمن اسناد داوود بن الحسین هم دارید، ضعیف. وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثم 3 في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين. گفت من حديث ادامه حدیث قبلیه که اسنادش غیر از ضعفایی که توش هست، حالا مدارش که روی عباد بن منصور صدوق و تدلیس هم میکنه و قابل ارتقا هم نیست. یعنی خصوصا اینجا همین عباد بن منصور که تدلیس میکنه در روایتی که داریم از علی بن مدینی که نقل میکنه ازش که 2 تا راوی را از اسناد اینجا ساقط کرده. 2 تا راوی را در اسناد ساقط کرده. یکی ابن ابی یحیی که متروکه و دومی هم داوود بن الحسین. 2 تا راوی را اینجا جا انداخته تو اسناد. خودش که مدلس هست و اقرارم میکنه که 2 تا راوی را ساقط کرده. یکی از اون رواتی که ساقط کرده چیه؟ متروکه. پس حدیث چیه؟ ضعفش شدیده. ضعف وقتی که شدید باشه قابل تقویت نیست، تقویت نمیشه. حالا خصوصا که این متن این حدیث مثل متن حدیث قبلی، این که رسول الله علیه و سلم قبل از خوابش هر چشمی 3 بار چی میکشید؟ سرمه میکشید تو چشاش. قبل از خواب 3 بار تو هر کدوم چشم راست و چپش سرمه میکشید رسول الله علیه و سلم. که گفتیم این حدیث با این اسناد ضعیفه. ولیکن اون چیزی که اومده تو این حدیث که فإنه يجل البصر وينبت الشعر، این قسمت حدیث صحیحه. حالا در حدیث صحیح دیگر اومده که ان شاء الله بهش اشاره خواهیم کرد. فإنه يجل البصر، جلا میده به چش، یعنی روشنایی میده، چشو پاک میکنه، دیدو بیشتر میکنه. و ينبت الشعر، و موهای چش را رشد میده یا اون موجه ها را بیشتر میکنه که سبب میشه چش حفظ بشه در مقابل گرد و خاک و گرد و غبار. بعضی ها اومدن اجتهاد کردن اینجا، مثلا شیخ عبدالرزاق یاد میکنه، میگه که اومده در بعضی از روایت ها که رسول الله علیه و سلم میفرمونه اذا اکتحل احدکم فلیکتحل وترا، اگر کسی از شما از سرمه استفاده کرد وتر بکنه. این وتر میگه 2 حالت داره. یه حالت مثل همین حدیثی که اینجا داریم، 3 بار چشم راست و 3 بار چشم چپ. و حالت دوم این که چی؟ 3 بار چشم راستش و 2 بار چشم چپش که میشه دائما 5 بار وتر بشه. و صحیح آخریه، نه اولی. و صحیح چیه؟ آخریه، دومی. 3 بار چشم راست و 2 بار چشم چپ. چرا؟ چون حدیث داریم، حدیث صحیح داریم نزد ابن ابی شیبه، آلبانی هم تصحیح میکنه در سلسله صحیحه، حدیث شماره 633، حدیث انس رضی الله عنه که میگوید کان یکتحل نبی علیه الصلاه والسلام فی عینه الیمنى 3 مرات والیسرى مرتين. رسول الله علیه الصلاه والسلام 3 بار چشم چپشون سرمه میکشیدن و 2 بار چشم چپ. پس این حدیث صحیحه. و اون حدیثی که الان داشتیم که 3 بار چشم چپ ضعیفه. صحیح چند بار؟ 2 بار چشم چپ و 3 بار چشم راست. 51مین حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام عليكم بالاثم عند النوم فانه يجل البصر وينبت الشعر. حدیث صحیح مسلم، حدیث ابو هریره. و اینجا حدیث جابر بن عبد الله داریم، یعنی همین حدیث شما که اینجا دارید از جابر، از ابو هریره هم داریم در صحیح مسلم و همین لفظ. رسول الله علیه الصلاه و السلام اینجا توصیه میکنن، میفرمایند علیکم بالاثم، علیکم بالاثم، یعنی توصیه به چی میکنن؟ به سرمه، به اون سرمه از خاک، از اون سنگ اصفهان، سنگ سیاه، عند النوم، خصوصا به هنگام خواب. فانه یجل البصر، به چش جلا میده، روشنایی میده، بینایی میده. و ینبت الشعر، و موهای مژه را زیاد میکنه. و خصوصا اینکه خالص از این سنگ و خاک استفاده بشه، از پودر این سنگ، نه اینکه قاطی بشه با چیز دیگر و با سیاه‌دونه و نمیدونم آب زمزم و اینا، همون چیز استفاده بشه بدون اضافات. باید متأکد بشه سنگش بگیری بهتره. تو عطاریا هست سنگ سرمه بهش میگن، سنگی هست خاکستری پررنگ، روش براقی داره، برق میزنه، انگار که آینه هست روش، انگار که خورده های آینه توش هست، شیشه توش هست.
52 حديث. امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن خير أكحالكم الإثمت يجل البصر وينبت الشعر. این حدیث صحیحه، چنانچه حدیث قبلی هم داشتیم، حدیث عبدالله بن عمر، گفتیم اصلش هم در صحیح مسلمه از حدیث ابو هریره. اینجا رسول الله علیه السلام توصیه میکنن به بهترین نوع سرمه که اثمده، که گفتیم سنگ اصفهان بهش میگن، سنگ سیاه. یجل البصر و ینبت الشعر، که فایدهش هم اینه روشنایی بینایی چشم زیاد میکنه و موها را تقویت میکنه، موهای مژه. 53 حدیث درش ضعفه در اسنادش که خواهیم گفت محل ضعفش. امام ترمذي رحمه الله میگوید حدثنا ابراهيم المستمر البصري قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. متن مثل حدیث قبلیه، ولی که در اسناد این روایت عثمان بن عبد الملك که ضعیفه، ولی که خب حدیث تقویت میشه، یعنی گفتم متنش مثل متن قبلیه. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله على محمد وعلى آل محمد.